کارهای خارجی تاجیکستان روز 6 ینور در یک اظهارات ویژه با اظهار نگرانی و تأسف جدی از وضع قزاقستان گفت دوشنبه برای ارسال نیروی حربی به این کشور آماده است. در اظهارات گفته می شود که در قزاقستان در نتیجه عملهای غیر قانونی پیدا شدن گروه‌های یرقناک غیر قانونی که صاحب اسلحه مرگاور و تکنیک مخصوص گشتند باعث نگرانی عمیق می باشد و دوشنبه تشویش رهبریت قزاقستان را از کوشش‌های ناآرام کردن وضع در کشور توسط برانگیختن روحیه اعتراضی کاملا جانبداری می‌کند. وزارت خارجه تاجیکستان اظهار باوری کرد که مردم و رهبران قزاقستان قادرند در فرصت کوتاه‌ترین و با راه مکالمه به خشونت‌ها پایان دهند و دوشنبه در این مورد از تلاش‌های مقامات قزاقستان دستگیری می‌کند. وزارت خارجه تاجیکستان همچنین اظهار داشت که با رعایت عهده‌داری‌های همپیمانی در چهارچوب سازمان عهدنامه امنیت دسته‌جمعی نیت داریم در عملیات دسته‌جمعانه صلح‌آفرین برای رساندن کمک به قزاقستان جهت رفع خطر به میان آمده شرکت نماییم. یادآور می‌شویم شام 5 ینور پرزیدنت رسمی قزاقستان قاسم جمال توقایف در سراسر کشور وضع فوق‌العاده جاری کرد و حوادث آخر را کار دست تروریست‌ها نامید و از آدیکابه کمک حربی خواست. به دنبال نیکول پاشینیان سروزیر ارمنستان و رئیس دوره‌ای شورای سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی آدیکابه در صفحه‌اش در فیسبوک خبر داد که این سازمان درخواست پرزیدنت قزاقستان در مورد به این کشور فرستادن نیروهای حامی صلح را پذیرفت. پاشینیان گفت این نیروها با نظرداشت تهدید به امنیت ملی و استقلال جمهوری قزاقستان از جمله با دخالت از بیرون به مدت محدود با مقصد تامین ثبات و امنیت در این کشور وارد کرده می شوند. مقامات نظامی روسیه علاقه خبر دادند که جزو اتم‌های دسانتی خود را به قزاقستان می‌فرستند. قرقیزستان نیز گفت به قزاقستان نیروهای حربی می‌فرستد. یادآور می‌شویم اعتراضات در قزاقستان روز 2 ینور در شهر جناوزین ولایت منگیستاو در غرب این کشور در پی 2 مرتبه تا 120 تنگه بالا بردن نرخ گاز مایع که اکثر ساکنان به جای بنزین در ماشین‌هایشان از همین گاز استفاده می‌بردند آغاز یافت. به زودی اعتراضها اکثر شهرهای بزرگ قزاقستان را فرا گرفت. مقامات با شتاب نرخ گاز را تا 50 تنگه پایین آوردند و صبح 5 ینور تمام حکومت قزاقستان به استعفا فرستاده شد، ولی اعتراضات در قزاقستان تا هنوز دوام دارد.